با عرض سلام خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز مجموعه بیوتک ترین. من امیرحسین ظهیریان هستم. با کانال یوتیوب این مجموعه در خدمتتون هستم. با ما همراه باشید. ما در این کانال یوتیوبی قصد داریم ویدیوهای مختلفی باهاتون به اشتراک بذاریم. در بخش اول مصاحبه داریم با اساتید برجسته حوزه بیولوژی و بیوتکنولوژی، کارآفرینان برتر و خبری هم برای بچه‌های کنکوری عزیز که ما قرار مصاحبه داشته باشیم با رتبه‌های برتر کنکور. در بخش دوم که شامل اخبار میشه، میایم اتفاقات روز دنیا رو با هم بررسی میکنیم. میتونه مقالات جدید باشه، میتونه اختراع، کشف و یا محصولات جدید بیوتکنولوژی باشه. و در بخش آخر که یک بخش خیلی جذابی است که خودم یکی از طرفداران پروپاگورسشم، ما پادکست های بیوتکنولوژی و بیولوژی داریم. یعنی چی؟ یعنی که میایم اصطلاحات خیلی سخت و دشوار بیولوژی و بیوتکنولوژی رو به زبان ساده براتون بیان میکنیم. امروز میخوایم با اخبار همراهتون باشیم. ما رو دنبال کنید. 13مین همایش بیوتکنولوژی 16 تا 18 مهر با همکاری انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه. علاقه‌مندان میتونستن مقالات خودشون رو تا 15 مرداد و برای این مجموعه بفرستن. خب یه خبرم دارم برای بچه‌هایی که علاقه دارن در حوزه زیست‌شناسی مصنوعی کار کنن. بنیاد ملی علم ایران بودجه‌های کلانی رو برای ورود به این بخش برای شما عزیزان در نظر گرفته. شما با ثبت نام در سایتشون میتونید از این بودجه‌ها و اخبارشون مطلع بشید. یه خبر بد متاسفانه، ویروس کرونا یه واریانت دیگه‌ای داره به اسم E5 که این واریانت کرونا دوباره آمار بستری شدگان رو در آمریکا افزایش داده. شرکت مدرنا هم بیان کرده که واکسن مخصوص به این سویه رو درست کرده. یه خبرم بگیم از دانشگاه بیرجند که این دانشگاه در دوره کارشناسی برای رشته زیست‌شناسی سلول مولکولی 30 نفر ظرفیت در دوره روزانه باز کرده. آخرین خبر امروزمون هم در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی هست که محقق ایرانی موفق شد از باکتری سم تولید کنه که این سم جلوگیری میکنه از آفات و برای سلامت گیاهان استفاده میشه. اگر به دنبال بروز بودن و آپدیت بودن در حوزه بیوتکنولوژی هستین، ما رو در شبکه‌های مجازی دنبال کنید.